کاظم بهمنی میگه پشت رول ساعت حدوداً 5 شاید 5 و نیم داشتم یک اسب برمیگشتم از عبدالعظیم. از همان بنبست باران خورده پیچیدم به چپ، از کنارت رد شدم آرام گفتی مستقیم. زل زدی در آینه اما مرا نشناختی، این منم که روزگارم کرده با پیری گریم. رادیو را باز کردم تا سکوتم نشکند، رادیو روشن شد و بیشتر شد وضعم وخیم. بخت بد برنامه موضوعش تغزل بود و عشق. گفت مجری بعد از بسم الله الرحمن الرحیم یک غزل میخوانم از یک شاعر خوب و جوان. خواند تا این بیت که من گفته بودم آن قدیم. سعی من در سربزیری بیگمان بیفایده است، تا تو بوی زلفها را میفرستی با نسیم. شیشه را پایین کشیدی، رل بودی از نخست، زیر لب گفتی خوشم میآید از شعر فخیم. موج را تغییر دادم، این میان گفتی به طنز، با تشکر از شما راننده خوب و فهیم. گفتم آخر شعر تلخی بود با یک پوزخند، گفتی اصلا شعر میفهمی؟ گفتم بگذریم. معشوق در جوابش میگه در کناری منتظر بودم حدوداً 5 و نیم تا که پیچیدی به چپ، آرام گفتم مستقیم. زل زدی در آینه دیدم به جا آوردمت، یادم آمد روزگاری را که میرفتی با نسیم. رادیو را باز کردی تا سکوتت نشکند، رادیو اشعار نابی خواند از تو در قدیم. شیشه را پایین کشیدم تا که بغضم نشکند، زیر لب گفتم خوشم میآید از شعر فخیم. موج را تغییر دادی، این میان گفتم به طنز، با تشکر از شما راننده خوب و فهیم. گفتی آخر شعر تلخی بود با یک پوزخند، گفتم اصلا شعر میفهمی؟ گفتی بگذریم. گفتمت یک جا اگر مقدور شد لطفاً بایست، داشت کم کم حال و احوال من هم میشد وخیم. بعد از آن روزی که دیدم من تو را در شهر ری، مانده ام من منتظر هر عصر در عبدالعظیم.